سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به چنل پریفان میوزیک. سلام عزیزان، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. مرسی که روی این ویدیو کلیک کردید. خوش برگشتید به یه ویدیوی جذاب دیگه با پیشنهاد خودتون از کشور زیبای تاجیکستان. پس بدون معطلی میریم و شروع میکنیم. لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. هر پیشنهادی داشتید توی کامنت ها واسمون بنویسید. بریم سراغ سریال پایتخت، سریال محبوب ایرانی که توی نوروز هر سال پخش میشه و امسال یه سورپرایز ویژه داشت. خدای واقعا سورپرایز بود و خیلی لذت بخش بود. خیلی از جالب بود که چند تا عزیزان اومدن بازیگر عزیز تاجیکستانی وارد شدن و اصلا تو کل موضوع هست. یعنی از ابتدا و خیلی نکات جالب، طنز و قشنگی داره. بریم و با بیوگرافی و این عزیزانی که تو این سریال بازی کردن آشنا بشیم و ببینیم و گپ. اگر سریال رو میبینید یا تبلیغی شده توی تاجیکستان، حتما واسم توی کامنت ها بنویسید، نظرتون رو بگید. من یه جورایی با پایتخت بزرگ شدم چون سالاست بیش از 10-12 ساله داره میاد و خیلی هم طرفدار داره. بله دوستان، خانواده تاجیکی هم وارد سریال پایتخت شدن و ماجراها و اتفاقات جالب و بامزه اونا هم توی سریال شروع شد. اما این وسط خیلی ها دوست دارن بدونن این بازیگرا کیان و دقیقاً از کجا اومدن و چه گذشته ای دارن. با ما همراه باشید تا بیوگرافی این بازیگرای تاجیکو با هم دیگه مرور کنیم. توی قسمت‌های جدید 4 تا بازیگر تاجیک داریم. ماه پیکر یاراوا، بازیگر نقش مادر دولت، تهمینه رجبووا، بازیگر نقش خواهر دولت یا همون خواهر شوهر نیکا، قربان صابر، بازیگر نقش شمشیر پدر دولت و منوچهر حبیبوف، بازیگر نقش داماد خانواده معمولی. تهمینه رجبووا، بازیگر نقش خواهر شوهر نیکا، متولد ژوئن 1982 تو شهر دوشنبه تاجیکستانه و الان 42 سالشونه. ایشون هم کار بازیگری، هم مجریگری و روزنامه نگاری انجام میده. میگن ایشون تو رشته موسیقی تحصیل کرده، پدرش هم اقتصاددانه و چند سالی توی روسیه زندگی کردن و به زبان روسی هم تسلط کامل داره و یه تکه‌ای از سریال هم پیش میاد که میخوان زبان فارسی رو صحبت نکنن که مثلا خانواده داماد عروس بفهمن. روسی صحبت میکنن با هم دیگه. قشنگه، کاملا مشخصه بازیاشون. هر 4 عزیز، هر 4 تاشون بازیگرن. یعنی قشنگ اون فن بیان، اون اکتی که جلوی دوربین دارن این نیست که صرفاً چون اهل تاجیکستان باشن اومده باشن. یعنی خیلی انتخاب خوبی شده بینشون. مثل اینکه پایتخت اولین کار جدی بازیگریشه و قبلا فقط توی یه سری تئاترها و نمایش‌ها حضور داشته و خیلی سابقه پربار بازیگری نداره. ماه پیکر یاراوا، بازیگر نقش مادر دولته. ایشون تاجیکستانی و متولد خود اونجا هستن. 56 سال دارن. بازیگر تئاتر هستن تو کشور خودشون، بازیگر تئاتر هستن تو کشور خودشون. پدرش تاجیکستانی و مادرش روسه، برای همینم روی زبان روسی تسلط داره. ایشون توی تاجیکستان زندگی میکنه و بیشتر از 20 ساله که سابقه بازی توی تئاتر و کارگردانی و این ماجراها رو داره. این قربان صابرم بازیگر نقش شمشیرخان. ایشون 64 سالشونه و از بازیگرای با سابقه تئاتر و سینمای تاجیکستانه. ایشون قبلا هم تو سریال های ایرانی مثل در چشم باد بازی کردن و چند باری به ایران رفت و آمد داشته. میگن ایشون علاوه بر این که بازیگر با سابقه توی سینما و تلویزیونه، نویسنده و استاد دانشگاه هم تشریف دارن و حالا فهمیدی چرا وقتی که اومدن توی سریال، چون سینا تو تایم سریال میگفتن این آقا باید ایرانی باشن، خیلی آشناست، خیلی دیدیمشون قبلا. بعد تو آخر سریال میگم چقدر قشنگ صحبت میتونه بکنه تاجیکی با لهجه. خیلی بخش خیلی قشنگیش توی همون ابتدا همیشه از اون، چون مردم تاجیکستان اهل فرهنگ و یعنی مردم ایران هم هستن، مردم افغانستان هم هستن، ولی مردم تاجیکستان خیلی شعری ان، تو کار شعر و ادبیات. شعر میخوندن و خلاصه از اون شکلی که مدلی که ما زیاد دیدیم توی تاجیک‌ها علاقه به شعر دارن، مخصوصا رودکی. بعد دیگه خیلی اون قسمتش قشنگ بوده، جالب شد. خیلی آدم باسواد و جنتلمن و درجه 1 هستن.
منوچهر حبیبوف توی سریال پایتخت نقش دولت داماد تاجیکی خانواده نقی معمولی رو بازی میکنه. میگن ایشون متولد تاجیکستانه، 32 سالشونه، تو خود تاجیکستان هم زندگی میکنن و چند سالیه وارد تئاتر و این ماجراها شدن و این پایتخت 7 جدی ترین و مهمترین کار بازیگریشونه و حسابی با این نقش مشهور شده. میگن این منوچهر حبیبوف تو جشنواره تئاتر فجر چند تا نمایش داشته و از اونجا با بازیگرای ایرانی آشنایی داشته و اینجوری به تیم سازنده پایتخت معرفی شده و در نهایت نقش داماد تاجیکی رو به ایشون دادن. اینم از ماجراهای بازیگرای تاجیکی سریال پایتخت. ممنون از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. منتظر کامنت های باحالتون هستیم و تا درود دیگر بدرود. دستتون هم درد نکنه. آفرین. دوست داشتم واقعا بدونم. منم دوست داشتم بدونم دقیقاً، چون اسمشون رو میخوندیم و میگفتیم خب مثلا اینا آیا بازیگرن، بعد بازیشون رو میدیم میگفتیم نه واقعا بازیگرن. آره. ولی با وجودی که مثلا اون دو جوان، یعنی اون فرزندای خانواده سابقه بازیگری زیادی نداشتن، تونستن خیلی خوب از پس نقششون بر بیان. چون سریال پایتخت میگم یه سریال خیلی مهمی حساب میشه توی ایرانی ها و اون کسایی که توشن زیر به قول معروف ذره‌بین قرار میگیرن که خیلی خوب کار طنز رو در بیارن و اینا تونستن و خلاصه که خیلی قشنگه، یه همدلی بیشتر و یه سریال زیبا. انشالله در آینده سریال‌های محصول مشترک و فیلم سینمایی خیلی قشنگ میشه، خیلی جالب میشه، جالب بود برام در چشم باد. آره اصلا چهرهشون آشناست. آره کاملا چهرهشون دیدیمشون، خیلی قشنگه. خلاصه حتما اگه ندیدید سریال پایتخت رو ببینید، کلی کیف میکنید، با خانواده میخندید و شاد میشید و لذت میبرید. حتما نظراتتون رو توی کامنت واسمون بنویسید. به امید دیدارتون با یه ویدیو. قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.